سلام و شبتان بخیر. به محور خوش آمدید. سازمان ملل میگوید در نشست سوم دوحه با امارت اسلامی همچون مقام‌های کنونی افغانستان رفتار خواهد شد. معاون سخنگوی سازمان ملل همچنان خواهان حرمت گذاردن به حقوق زنان در افغانستان شده. تا اکنون امارت اسلامی در این باره چیزی نگفته. معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در این نشست خبری پیرامون شرکت نمایندگان امارت اسلامی در نشست سوم دوحه وضاحت داده و میگوید که از نمایندگان امارت اسلامی در این نشست همچون دولت قانونی و رسمی افغانستان نه، بل به عنوان حاکمان فعلی افغانستان دعوت شده اند. ما با طالبان به عنوان مقام‌های حاکم رفتار می‌کنیم. با آنان به عنوان دولت به رسمیت شناخته شده افغانستان رفتار نمی شود. پیش از این سخنگوی امارت اسلامی موضوعات مهم مورد بحث در نشست سوم دوحه را کمک‌های بشری به مردم افغانستان و ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری در کشور عنوان کرده بود. مسئله حقوق بشر از دید جامعه جهانی و آموزش دختران در کشور از موضوعات مهم و حل ناشده بین امارت اسلامی و جامعه جهانی هستند که ظاهراً از آجندای نشست سوم دوحه نیز خارج شده اند. جامعه بین المللی هم ارزش‌های را داره تعریف میکنه، قید و قیود و شرایط را میگذاره که امارت اسلامی با توجه به ایدئولوژی و باوری که داره، با توجه به طرز فکری که بر نیروهای حاکم است، با اونام تعامل نمیتونه. پیش از این خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک خود گزارش داده بود که نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در نشست سوم دوحه دعوت نشده اند. این خبرگزاری همچنان افزوده است که دبیرکل ملل متحد نیز در این نشست شرکت نخواهد کرد. من شمس امانی هستم و مهمانان محور آقایان عبدالواحد حکیمی آگاه روابط بین الملل، آقای جاوید مومند استاد دانشگاه اینجا در استودیو و آقای میرویس قیاسی دیپلمات پیشین از طریق اسکایپ وصل هستند. بسیار خوش آمدین مهمانان به بحث. اجازه بدین از آقای قیاسی شروع بکنیم. آقای قیاسی، سازمان ملل میگه که در نشست سوم دوحه که قرار است تا 10 روز دیگر در دوحه برگزار شود با طالبان همچون مقام‌های حاکم رفتار میشن، نه به عنوان دولت به رسمیت شناخته شده. این یعنی چی؟ با عرض سلام با شما مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز. ممنون. ما چند نکته اینجا شاید ظرف 2 دقیقه در واقع بگیرد در رابطه با سوال شما یادداشت کردم که اینا میخوانم که مدقق باشه، وقت هم اضافه نگیریم با تفسیرهای بیجا و وارد بحث میشیم. امیدوار هستم که در ظرف 2 دقیقه ما را قطع نکنیم. نشست دوحه و نشست‌های امثال آن هیچ اجندایی برای حل بنیادی مشکلات و قضیه افغانستان نداره و هدفشان هم این نیست. قضایای بنیادی که میگیم چی هست؟ تغییر حاکمیت، تغییر نوع حاکمیت، تغییر رفتار و عملکردهای اداره فعلی، قانونمند شدن. و چی معنا؟ حقوق تحصیل و کار زنان و دختران، آزادی های مدنی و اجتماعی و سیاسی، حکومت مبتنی بر اراده مردم از طریق بیعت یا انتخابات، توزیع قدرت و ثروت بر اساس حق شهروندی و تخصص، نه جامعه مدنی انتصابی و افراد مشخص از جانب مؤسسات و نهادهای غربی قانونیتی حقوقی و حقیقی در این نشست‌ها دارند، نه اداره طالبان و نمایندگان آنها مشروعیت ملی و بین المللی از آدرس مردم افغانستان دارند. 3 سوال: جامعه مدنی یا افراد معلوم الحال را که به عنوان نمایندگان جامعه مدنی افغانستان انتصاب و دعوت میکنند، از چه مشروعیتی برخوردار هستند؟ اینا چی کاره هستند؟ کی اینها را انتخاب کردند؟ 2. طالبان مشروعیت خود را از کجا کسب کردند؟ بیعت یا انتخابات؟ 3. مگر تمام تخصص، توانایی های علمی و تخصصی در یک گروه کوچک، در یک قوم خاص و یا در یک قبیله خاص جمع شده است در افغانستان؟ این سوال اساسی بود که باعث چوکات ما مطرح کردم و سوال شما را بحث ادامه میتونم در روشنایی یعنی که این نشسته ها اجندایشان برای حل مشکلات اساسی نیست، با این خاطر اشتراک کردن یک گروه، یک طایفه، یک مردم یا اداره دیفاکتوی طالبان اهمیت خاصی نداره. ولی آقای قیاسی، مواردی را که شما میگین از یک طرف میبینیم که
خبری از حضور نمایندگان جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر و حقوق زنان ظاهرا در نشست سوم دوحه نیست. همونطوری که منابع گفته از اینها دعوت نشده، تنها از امارت اسلامی دعوت شده. شما نشست دوم دوحه را وقتی نگاه میکنین از امارت اسلامی کسی نیست، نمایندگان از جامعه مدنی حضور داره. با این وصف شما در نشست سوم دوحه کابل حضور نداره اونا است، اگر در نشست سوم دوحه امارت اسلامی باشه و فعالان جامعه مدنی نباشه، تمامی اینها ظاهرا پوشالی است یا اهداف را واقعا دنبال میکنن؟ قطعا اگر دعوت هم میشدم پوشالی بود. من اینجا همین سوالا شما را جواب گفتم. جامعه مدنی را کی انتخاب کرده؟ جامعه مدنی تعریفش هم است که مدنیت مردم را انتخاب کرده باشه. علی احمد محمود کلبی مقصود کی میارن داره کی به عنوان نماینده جوانان افغانستان، نماینده زنهای افغانستان را انتخاب کرد. و اداره دیفکتوی طالبان حاکمیت در زمین دارند، اداره دارند، تسلط بر زمین دارند. و این مشروعیت قانونی که را صدای مرا ملا هستم کل از اونها میفهمد که نه در اینجا بیعت صورت گرفته، نه انتخابات، نه نظام شورایی است. و امرهم شورا بینهم، نزد اهل سنت و الجماعت نظام شورایی. باقی اساس در بودن و نبودن این گپ‌ها هیچ فایده ای نیست. گپ‌ها همه که پوشالی در فریز نگه داشتن مسئله افغانستان است تا اینکه یک روزنه برای حل بنیادی مسئله پیدا شد. بسیار تشکر. شما قیاسی برعکس آنچه که شما باور دارید که نشست پوشالی و میانتویی خواهد بود، مهمانان به این باور است که آهسته و پیوسته یا هم به شکل تدریجی نشست ها نتیجه خواهد داشت. اول شما فکر میکنین چرا سازمان ملل به دنبال یک چنین نشست میانتویی است؟ اگر میانتویی باشه، از طرف دیگه چطور پذیرفت خواستهای امارت اسلامی را؟ من سوالتون جواب میگم در خلال همین جواب به دوست مهمان اولتون که در رابطه با صحبت‌های من تفسیرات داشتن. اولا که قیاسی از اینها با موضوع افغانستان با حل منازعات بین‌المللی که دیگر در دنیا اتفاق افتاده است، به خصوص جنگ جهانی اول، قیاس مع الفارق است. به خاطر از اینکه در حل منازعات بین‌المللی سه چیز ضرورت است، سه پایه ضرورت است. اول جانبین قضیه که هر دو جانب قضیه وجود داشته باشه، که مثل که خود شما در اینجا گفتین ما یک جانب قضیه را فعلا داریم که اداره دیفکتوی طالبان است. جانب دوم وجود نداره. اگر هست رو میسازن میارن شکلی که او حقیقت نداره. دوم دو جانب قضیه ضرورت است. یکی دوم اراده برای حل این مسئله باید وجود داشته باشه. او را اراده از هر دو طرف قضیه، از مدعی و مدعی علیه از طرف قضیه، که نه اراده حل قضیه از طرف اداره دیفکتو وجود داره، نه از فرض کنیم به فرضی که جامعه ملل اراده حل قضیه افغانستان نداره. من میگم که اجنده ها است، خود شما میگید که اجنده تریاک است مثلا. دیگه پایه سومش همون وجودی طرف سوم یا حکم یا کسی که سعی و تلاش حل قضایا را میگیره. به این خاطر قیاس مدفارق است، درست نیست. و دیگه هم نیست که بحث سر موضوعات حل مسائل افغانستان که در این جلسه نشد، در جلسه میشه، در 5 جلسه میشه، این در صورتی از نگاه منطقی و فلسفی باطل است. به خاطر از اینکه خودت میدونید که همین اثبات شی فرع وجودی از اون یک چیز باشه که ما او را حل بکنیم، چون اراده این نیست، اجنده این نیست، حل مسئله را مطرح نیست. و در این من شک ندارم که تحلیل مهمان دومتون بسیار درست رسا بود، 90% که در مسائل روزمره، مسائل تریاک، مسائل تعاملی با جامعه داخل افغانستان، با مردم غریب و فقیر، مؤسسات، توزیع کمک ها، در این مسائل روتینی روزمره است که این مسئله حل قضایا نمیگن. به این خاطر این پوشالی هم با اون معناش نمیگیم که موضوع ندارم. موضوع بسیار روزمره. نه آقای قیاسی، اصل از اگر از ابتدا بیایم، چارچوب دوحه یا همین فرمت دوحه که گذاشته شد که باید دبیر کل سازمان ملل از ابتکاراتی او بود، به خاطر چی بود؟ از افغانستان تا هم مدتی معینی که پیش قدرت‌های بزرگ فعلا رو آورد نمیزنم، باید فریز کنم. در مثال جو براتون میتونم اجازه بدین برای توضیح همین مثال. از زمان تأسیس ملل متحد 285 جنگ در کل دنیا شده. 40 میلیون انسان در این جنگ‌ها کشته شده. تنها ملل متحد از جمله کوسووس که 7 قضیه را تانسته که در طول 75 سال و 76 سال 7 قضیه را حل بکنه. نه 79 سال میبخشید. 7 قضیه را حل بکنه. با این خاطر قدرت‌های بزرگ روسیه، امریکا، چین، انگلیس، فرانسه، اعضای دائمی شورای امنیت وقتی قضیه را بخواهند که این را فریز بکنن، یعنی با شکلی پاسپورتا بکنن یا با تعلیق بندازن، به ملل متحد دوسیش میسپارن.
ورنه اگه بخوان بدون ملل متحد بدون شورای امنیت قضیه را حل میکنن. آمریکا در عراق حمله کرد. به دستوری کی کار میکنه سازمان ملل دبیر کل سازمان ملل؟ سازمان ملل میتونن کسایی برشون فهم میتن، پول میتن و تصرف دارن. اگر از اعضای شورای امنیت مثلا شما یادآوری میکردین، اعضای دائم شورای امنیت کشورهای هم هستن که به ضد یکدیگر قرار داره، مخصوصا در مسائل افغانستان. موزله هم نیست. موزله هم نیست. مسئله افغانستان تو مسئله زید و غیر زید نیست. برعکس که ویدیو مطرح می شما مسئله افغانستان از دستوری کار نیست. تویی که اول در دستوری کار باشه و اثباتش یک فرق وجود داره که باز بحث کنیم که چی میگن. در مسائل روتینی که نماینده ملل متحد تعیین شود، تحریات چی رقم بکنیم، کمک‌ها را چطور برسانیم، اداره دیفکتو یک دروازه مکاتب باز کنه یا تریبونی باشه که نظرات خود بگن برای همون مدت معینی که در مراکز استراتژیک امریکاست که 7 سال است یا 5 سال است که باز قضیه افغانستان اثر دوباره ورق بزنن. این مسائل روتینی است. ولی گزارش سنرلی اوغلو آقای قیاسی یادتان حتما است، سنرلی اوغلو گزارش را تهیه کرد و راه حل پیشنهاد کرد. به او اساس شورای امنیت نشست برگزار کرد. قطعنامه 27-21 شورای امنیت به تصویب رسید که بر اساس امی فرمت دوحه یک نماینده ویژه در امور افغانستان تعیین شود و این نماینده ویژه مشکلات را حل بکنه که ظاهرا اصل هدف هم امی بود که حالا روی موضوع بحث نمیشه. فکر نمیکنین که دبیر کل سازمان ملل با این طرفند که مثلا آجندا را تغییر بده، پای امارت اسلامی را به میز گفتگوها بکشانه، آهسته و پیوسته همونطوری که خودشان گفتن کار بکنن سر اصل آجندا که تعیین نماینده ویژه است؟ ما بسیار خوب مسئله را اشاره کردین شما آقای اربان داشتین. ما همین رازی همین مسئله را افشار چرا همین کار شد در شورای امنیت، چرا همین کار شد. بله. از قضیه ایتوست که امنیتی میدان هوایی افغانستان برای افغانستان ترکیه علاقمند بود که را بگیره به کمک قطر. زیاد تلاش کرد سر از این موضوع، سر 2 سال سر از این موضوع رایزنی کرد در داخل افغانستان در جامعه بین‌الملل. این امریکایی‌ها به هر دلیلی که بود برای ترک‌ها ندادن، ایران برای اماراتی‌ها، چون که قضیه امنیتی را به اماراتی‌ها دادن، سیاسی در قطر است. ترک‌ها از این مسئله ناراض است. کل تلاش برای همین بود که دوباره یک نماینده مقرر کنه که استدلال نماینده ترکیه مقرر کنه که ترکیه یک چوبی سوخت یا یک پای داخل در قضیه افغانستان تا وقتی که روسیه دوباره باز میشه داشته باشه در این قضیه ها داخل باشه. آن کل تلاش هم سر همین است که استدلال دوباره این نماینده مقرر کنن که طالبان اگه از این راز بفهمن که در خوشحالی ترکیه است همین کار قبول بکنن. خوب شد که ایران شما افشا کنید. شما باور بکنید که گپمو گپی از غیر از مسائل روتین روزمره حل قضیه افغانستان در دستور کار هیچ کشور نیست. تشکر. قیاسی در نشست دوم دوحه هم از امارت اسلامی دعوت شده بود. شرایطی که امارت اسلامی او زمان گذاشت، چیزی که بر رسانه‌ها درس کرد، یک مورد این بود که بجز از ما دیگه کس از آدرس افغانستان یا از هر جریانی حضور نداشته باشد. دوم همی بود که ما باید نمایندگان امارت اسلامی باید با دبیر کل سازمان ملل نشست داشته باشه. ممکن این نشست‌ها حاشیه‌ای باشه یا نشست‌های تنهایی. حالا در نشست سوم دوحه خبرگزاری فرانسه گزارش میده که دبیر کل سازمان ملل اشتراک نمیکنه. یعنی به یک نحوی دیدار نمایندگان امارت اسلامی با دبیر کل سازمان ملل هم بعد از این منتفی است. فقط اون یک خواست ظاهرا عملی شده که نمایندگان از دیگه جریان ها حضور پیدا نکنه. فکر نمیکنید در یک تنگناق قرار گرفته باشه واقعا و امارت اسلامی هم زیاد فشار آورده باشه بالای اونا؟ این چیزی گپ نیست. فقط همین نکات را که شما داور شدید همین سوالتان همین گپی مرا تایید میکنه که قصه هم قصه است که اصل اجندا مسائل مهم مطرح نیست. خب میرم به اصل مسئله که منازعه جناب حکیمی صاحب اشاره کردن منازعه وجود داره. خب من مجبور هستم با کتاب فلسفه باید دوباره مراجعه کنم در ذهنم. یکی ما قضایای بالقوه داریم که بالفعل داریم. ما نگفتیم که افغانستان به این قضیه وجود نداره. افغانستان به این قضیه وجود داره، بالفعل وجود داره، بالقوه وجود داره. جانب قضیه مفقود است، یک جانب قضیه موجود است، جانب قضیه به سفر رفته یا مرده یا فرارش یا نامش گم شده. که جانب قضیه که مردم افغانستان، زنان افغانستان، محرومین افغانستان، اقوام افغانستان، سیاستمداران افغانستان این وجود داره ولی فعلا مفقود است. خب امیرم مثالش است که آمریکایی‌ها و قدرت‌های غربی که امارات فعلا تمویل میکنن، اینها همین مخالفینی که در خارج هستند تمام نهادها، احزاب، تشکل‌ها اینها را به عنوان جانب قضیه قبول ندارند، چون اینها بسیار امکان ناکام در مقابل غربی‌ها دادگی است. را به عنوان جانب قضیه قبول ندارند. با صراحتی که گفتن و نظر خودی ممیز برداشت میست مطالعاتی که دارم در غرب اینجا که هستم که اینا در صدد ساختن یک جانب قضیه یا یک مالی که با مثل یک چیزی بنوار یا خوبتر و بهترش که تربیت شده که 3-4 سال دبر میگیره که یک نسل را تربیت کنن از 1,20,000 30,000 مهاجر، 1 میلیون مهاجری که در بیرون رفته، 2 لک در غرب و استرالیا و اینجا رفته
از اینا یک کتله و یک نهادی بسازن. اینا وقت نیاز دارن که یک کتله جانب قضیه بسازن، باز اون وقت شاید جانب اقدام بشوند. در اون صورت هم مسئله اوکراین که مسئله بسیار جنجال دنیاست، مسئله تایوان است و مسئله فلسطین است، این مسئله حل میشه و شاید در اون وقت داشته باشن. آجندهشان همیست. حالی میان در سوال شما. بله، ما میخوایم اینجا سوال مطرح بکنیم آقای جاسی. این تنها فکر میکنین مفکوره امریکاست؟ مثلا روسیه هم به عنوان یک بازیگر داره قد بلند میکنه، چینایی ها، ایرانی ها در منطقه، اینها هم همسو با امریکا حرکت میکنه یا برخلاف؟ در کلیت موضوع چون گرفتاری های از اینا هم مثل است. مثلا روسیه در اوکراین مصروف است، چین در تایوان مصروف است، در اون مسئله یک راه یک کمربند مصروف است، رایزنی صلح داره در دنیا، و آمریکا در مسئله شرق اوسط و انتخابات آمریکا مصروف هستند. این سه قضیه عرصه قدرت شکلی نانوشته شده یا تفاهمی خصوصی شده و همیست که فعلا قضیه افغانستان فریز باشد در مسائل کلان، در مسائل روزمره رایزنی میکنند، در مسائل کلان اتفاق نظر دارند. اتفاق نظر دارن که همین قسم قضیه باید ادامه پیدا کنه تا انکشاف جدید. و طلبای کرام که شرط میگذارن سر این مسائل را باید بدانند که از همین قضیه به رسمیت شناختن از اینا منتفی است، جریان مکمل به دست از اینا سپاریدن منتفی است، چرا که در سیاست کل دنیا بل اتفاق تمام دوست و دشمنی طالبای کرام این مسئله هست که حقوق زنان چی میشود، تعلیم و تحصیل از اینا چی میشود، کار از اینا چی میشود. نصف جای این مسئله سیاست بانیم، مسئله اجتماعی را بگوییم. این گپا حل نشود، هیچ کشوری رو به رسمیت نمیشود. به رسمیت شناختنش به معنی است که تو مرزنی برای از اینکه دیگه دخترها در یک بخش دنیا در 40 میلیون انسانی دنیا تحصیل نکنن، 10 میلیون نفر زنهای از این دیگه کار نکنن، از حقوق مدنی خود چی باشن. خب حقوق سیاسی و آزادی بیان گپا با جای خود که بعضی کشورها است که دایی چیزا نیست، ولی دو سه مسئله است که در این دنیا متفق هستند، هم دوستای طالبا هم دشمنای طالبا، که مسائل حل نشود. حل قضیه چی نیست، با همین خاطر این وقت میگیره 3-4 سال دیگه که تا اینا هم بیکار شون و هم وقت داشته باشه برای ساختن یک نهاد یا جریان داره قضیه باشه. سیاسی اگر حقیقت ماجرا این باشه که امریکا با می بازی ها بخواد فقط وضعیت را حفظ بکنه و این اگر یک فرصت باشه برای امارات اسلامی، میتونه به عنوان یک بازیگر مسیر را تغییر بده؟ قبل از همه چیز ما یک دعوا دارم سر شما که 10 دقیقه بر میمون تا وقت دارین در این بحث برای من اجازه پس تکمیل کنم. اگر نه باز ما دیگه معذرت میخوام از شما. اول همیست که متاسف هستم که برخلاف گفتای آقای حکیمی، امریکا بزرگترین سپورتر مالی و سیاسی و حتی نظامی امارات است. امریکایی‌ها با متحدینشان 42 میلیون دلار هفته‌وار برای امارات برای ملت که میتونه، برای امارات میتونه، برای امت همین امارات میتونه دیگه، مردم افغانستان زیر دست امارات میتونه. با اعتراف معاون CIA 40 میلیون دلار دیگه اینا با مسائل استخباراتی میدن، 80 میلیون دلار، 82 میلیون دلار. چیز تایید شده نیست. بود که اجازه بدید که من گام تکمیل کنم. امریکا اولین کشوری بود که سفارت‌ها و کنسولگری‌های جمهوریت در دنیا یگانه کشوری که بسته کرد. امریکا یگانه کشوری که تمام کشورهایی که متحدینش ساختار داره است که مخالفین طالبان را برای فعالیت سیاسی و حتی جلسات اجازه ندهد. فضای افغانستان در دست امریکایی‌هاست فعلا، فضای ما و شما کنترلش. بدون اجازه امریکا امارات متحده عربی و سعودی آب یک گلاس آب خوردن نمیده. امریکایی‌ها برای از اونها اجازه میده که افراد امارات اسلامی که تحت تحریم قانونی ملل متحد با اونجا سفر بکنن. در همون جلسه که در امارات جانب امریکایی‌ها هم وجود داشت. سعودی‌ها در چندین مناسبت به بهانه حج افراد مهمی امارات ما به ایمان مخالفت نیست با قطار و مکمنان را پذیرفتن. این که به رسمیت نمیشناسن، این تحلیل غلط است. به رسمیت نشناختن به خاطر افکار عامه جامعه امریکاست و به خاطر مؤسسات علمی امریکاست. مؤسسات استراتژیکشان این مشوره نمیتونن، جنرالای سابقهشان مخالف به رسمیت شناختن هستند و انتخابات هم پیش روز به این خاطر به رسمیت نمیشناسن. دیگه این مسائل بود که یادآور شدم. اما بحثی ما که تقابل در دنیا وجود داره نداره، تقابل همیشه در دنیا وجود داره. یک چیز طبیعی است، یک چیز فطری است، از اونی که انسان خدا خلق کرده دو قدرتمند با هم تقابل می‌داشته باشند. ما که تقابل گفتیم در مسائل اساسی که تغییر رژیم، هم چیزا که در اول مقدمه با ذکر کردم، در تغییر نظام و در چیز فعالیت‌های مخالفین این گپا متحد هستند. ولی رقابت در مسائل روزمره دارن. مثلا تعیین نماینده، یک کس نماینده تعیین میکنه که روسیه او را بخواه، همچین بخواه، هم طرفدار از این هستند. اما در مجموع سپورتر و کمکگر اساسی امارات امریکاست. اگر همین پول امریکا نباشه، قیمت پول افغانی 1000 برابر امروز قیمت میشود. امریکا در فضای افغانستان نباشه، هر تئوری خارجی آمد افغانستان رو بمبارد کرده میتونه.
امریکا اجازه نده طالبان از افغانستان سفر کردن نمیتونن. پس به این اساس این ادعا غلط است. بسیار تشکر. در مسائل روتینی روزمره اینه برای ما 4 دقیقه وقت دادین، برای هر دو معمارتان 10 دقیقه وقت دادین. فرصت ما تمام شد آقای قیاسی. من امیدوار هستم که صحبت‌هایتان هم تمام شده باشه. صحبت‌ها تمام شد در آینده. بسیار زیاد تشکر آقای میرویس قیاسی دیپلمات پیشین، آقای عبدالواحد حکیمی آگاه روابط بین الملل و آقای جاوید مومند استاد دانشگاه از حضور عرض مهمان گرامی و از شما بیننده ها سپاسگزارم. پایان محور.